با درود بر شما هموطنان گرامی. از زمانی که ما بچه بودیم همیشه به ما میگفتن که روزه برای سلامتی بدن مفیده. یه آخوند یا یه پزشک هم میوردن توی رادیو یا تلویزیون و به طور مرتب میگفت که بله روزه خوبه، بدن رو پاک میکنه، کمک میکنه به دستگاه گوارش. ولی من هم موقع نمیتونستم قبول کنم. چطوریه اگر روزه برای سلامتی خوبه، چرا این اطرافیان من که روزه میگرفتن مریض میشدن؟ اما موقع میفهمیدم که اینا دارن دروغ میگن. توی روزه یه مسئله بسیار مهمه، یک بی‌عدالتی بزرگه. در نظر بگیرید روزه‌ای که اون دوپینگ الاسلام حاج حسین رضازاده باید بگیره، همون روزه‌ای که یک دختر 9 ساله ضعیف باید بگیره. این اوج بی‌عدالتیه. میگن روزه برای سلامتی مفیده. خب ورزش هم برای سلامتی مفیده، ولی آیا ورزشی که یک دختر 9 ساله میکنه همون ورزشی که یک مرد 30 ساله میکنه؟ مسلماً خیر. ورزشی که یک مرد 30 ساله میکنه که برای سلامتش مفیده، مسلماً برای یک دختر 9 ساله مضره. یادتون باشه هر فردی که اومد توی تلویزیون و گفت روزه مفیده، بدونید فرد شیادیه. اگر پزشک، اونو تحریم کنید، اصلا تو مطبش نرید. الهی قمشه‌ای میاد میگه نمیدونم روزه سلول ها رو پاک میکنه. آقا چه سلول پاک کردنی؟ دست بردارید از یه حرفا. من توی اینترنت یک مقاله پیدا کردم با عنوان مضرات روزه از نظر علم پزشکی. خوندن خود مقاله یک مقدار وقت گیره و چون اصطلاحات پزشکی داره شاید من اصطلاحات پزشکی رو صحیح نگم، ولی تیتر زیانهای روزه از نظر پزشکی رو یادداشت کردم، برای شما میخونم. شما کلمه یا جمله یا واژه مضرات روزه از نظر علم پزشکی توی اینترنت سرچ کنید، مقالش رو پیدا میکنید، اینو ببرید نشون یک پزشک متخصص، پزشک معمولی یا کارشناس تغذیه بدید و ببینید که ازشون سوال کنید من همچین مقاله‌ای توی اینترنت پیدا کردم، آیا این مقاله صحیحه یا نه؟ آیا مطلبی که این مقاله میگه مطلب درستیه یا نه؟ اگر درست بود قبول کنید، اگر هم درست نبود که نه. یک راه دیگه هم دارید. شما چند روز قبل از ماه رمضان برید 1 ساعت توی بخش اتفاقاتی که از بیمارستان نزدیک خونتون بشینید، موقع اذان مغرب. 3 روز 4 روز از ماه رمضان هم که گذشت، دوباره برید 1 ساعت اونجا بشینید موقع اذان مغرب بعد از افطار. تعداد بیمارا رو مقایسه کنید. خب اگر که تعداد بیمارایی که تو ماه رمضان آوردن کمتر بود، خب درسته، ولی در صورتی که اینطوری نیست، خودتون ببینید که بیشتره. چطوری روزه برای سلامتی مفیده اینا مریض شدن؟ حالا اون مضرات روزه از نظر علم پزشکی که من گفتم توی این مقاله هست. 1. مرگ سلول های مغز بر اثر کمبود آب. یعنی بر اثر کمبود آب سلول های مغز دچار مرگ میشن و میمیرن. 2. زخم معده و زخم اثناء. 3. آغاز دیابت. 4. سنگ کیسه صفرا. 5. پانکرانیت حاد. پانکرانیت حاد. و 6. آسیب رسیدن به کلیه ها. مقاله یکی هست، مفصله. من میخواستم بخونم ولی فکر میکنم که خوندنش یه خورده وقت گیره و شاید حوصله شما هم سر ببره. ولی توی خونه اکثر شما الان اینترنت هست، کلمه مضرات روزه رو سرچ کنید و اصل مقاله رو در بیارید و خودتون بخونید. پاینده باشید. برای همتون آرزوی سلامتی دارم
و امیدوارم که به مرحله‌ای برسیم که آخوند رو از رو دوشمون بذاریم پایین و مانند 4 پا با آخوند دیگه سواری ندیم. پاینده ایران بدرود.